امیدی خلق افغانی الا ای احمدی مسعود. امیدی خلق افغانی الا ای احمدی مسعود. روانی قلب گریانی الا ای احمدی مسعود. گذشتی از برای جان خود بهر دفاع مرز، دقیقا مرد میدانی الا ای احمدی مسعود. شغالان به حساب و لیگ ندارن قدرتی شعری، تو چون شعری خراسانی الا ای احمدی مسعود. نمای سرنگون با اذن الله دشمنانت را، بزودی و با آسانی الا ای احمدی مسعود. تو را مانند خورشید درخشان خدا آورد در این ایام ظلمانی الا ای احمدی مسعود. زی رفتار و زی گفتار و زی کردارت وزد دایم نسیمی پاک انسانی الا ای احمدی مسعود. همه پرقدرتان در خواب مست و خانه آرام، تو بیدار بیابانی الا ای احمدی مسعود. گریزی نیست کسی را هیچ در این دنیای نامردی، زی تقدیر و زی پیشانی الا ای احمدی مسعود. تمامی تاجکانی روی عالم پشتیبانی تو، غروری تاجکستانی الا ای احمدی مسعود. حدیثی مصطفی و آیتی قرآن نمای شهر، چو فرزندی مسلمانی الا ای احمدی مسعود. جهان تنها گذاشت گرچه تو را الله نمیماند، که چون در راه قرآنی الا ای احمدی مسعود. تکان بحر تو باشد الها شعر محکم پر، با ما هم خون و هم جانی الا ای احمدی مسعود. با ما هم خون و هم جانی الا ای احمدی مسعود. امیدی خلق افغانی الا ای احمدی مسعود. روانی قلب گریانی الا ای احمدی مسعود. و هیچ وقت دوباره کاری نکنن که دوباره افغانستان زلزله کنه. و خودت چی تصمیم داری احمد جان در آینده؟ چی میخوایی باشی؟ در صحنه سیاسی باشی یا در صحنه نظامی؟ چی میخوایی خودت در آینده باشی؟ در افغانستان جنگ بود، یعنی کسی ظلم میکرد به کشورم، باید من راهش تحقیق کنم و دوباره این کسای ظالم باید دوباره از خاکم بیرون کنم. اگر جنگ نبود دیگه بود باید دیگه کاری بکنم که خدمت به مردم کنم.